در جاهای ما خیلی قرقیزها زندگی نمی کنند ولی بعضا مناقشه ها میشد، لیکن در اینجا در خود تاجیکستان در ناحیه لخش 62% آنها را قرقیزها تشکیل میکنند. خیلی این عجایب بود که آنها دوستانه رفیقانه با هم زندگی میکنند. امروز ما به ناحیه جیهون سفر نمودیم. یک گرمخانه را دیدیم که در اینجا من پرورش بادرینگ براه مانده شده است. ما میخواهیم که این تجربه آنها را گرفته برده به شهروندان ولایت سوق میرسانیم. مقصد سفر آموزشی امروزه این شناس نمودن فعالان و نمایندگان جماعت‌های نزد سرحدی شهر اسواره و ناحیه باباجان غفورов با رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه‌های نزد سرحدی ولایت ختلان میباشد و ما می‌خواستیم که همکاری و روابط این دو ولایت ختلان و سوخت باز هم رواج رونق یابد.